اگر دوستی داری که واقعا میدونی که ارزشمنده برات، باید با چنگ و دندون با جان و دل نگهش داری و نذاری از دست بره. با چنگ و دندون و جان و دل. دوستی درست بسیار مهمه و اگر دو طرفه باشه همچنان آموزنده. پرسیدم سمبل رفاقت به نظر تو چیه؟ گفت من رفاقت رو همیشه از دوتا دستام یاد میگیرم. دست. گفتم چطور؟ گفت وقتی میری میشوریشون نگاهشون کن، این داره آلایندگی های اینو پاک میکنه و اون داره آلایندگی های اون یکی رو پاک میکنه. این خودشو نمیشوره، دستش نمیرسه به پشت خودش، این میتونه پشت اینو بشوره. بله. و اینم همینطور. در نهایت جفتشون تمیزه. چقدر جالبه که رفاقتات این شکلی باشه. بله واقعا. بهترین ها در جهان باشد برای تو رفیق، من شوم قربان خاک پای تو رفیق. هر کجا بودم درون سختی و دلواپسی، ناگهان دیدم که می آید صدای تو رفیق. کوه صبری و برایم می شوی چون تکیهگاه، من فدای آن همه عشق و صفای تو رفیق. کاش می شد عمر خود را با تو تقسیمش کنم، هستی خود را بریزم من به پای تو رفیق. هرچه گشتم واژه‌ای در وصف احوالت نبود، جان خود را می کنم آخر برای تو رفیق.